وطندارا سلام، وقت شما بخیر. امروز وطندارا آمدیم باز با آموزش نصب هواکش حمام یا تشناب که یعنی هم روکش است که ما با پس کردیم دیگه. یعنی خود هواکش است قسمی که میبینین. بعدش هم یعنی هم جای سیمش است که برق اصلی که میاد در اینجا باید متصل شود. و اینجا رو میبینید که 3 تا سیم آمده، یعنی یک تا شیرد است، یکشون فاز است، یکشون نول است. اصلا فرق هم نمیکنه فاز نولش که به کدام بزنیم. دیگه نول میریم که رو نصب کنیم تا بر شما تکمیل شدنشون نشان بده. دوستایی هم هواکش ماست که نصب شد و فعلا هم روشن است، کار میکنه. سیماش هم طبق میبینیم. ببینیم که ما اینجا نول هم نداشتیم، خود سیم نول نداشتیم، مجبور شد که سیم سیاه استفاده کنیم به جای نول. و ساختمان هم ارد نداشتک. البته ارد داشت تا اینجا نامده بود، اردش هم بسته نکردیم. فعلا هواکش روشن است، کار میکنه. Oh my god. این هم نصب کاملش که کلا تکمیل شد و روشن است، کار میکنه. انشالله تا آموزش بعدی وقت خوش داشته باشین. خداوند نگهدار شما باشه.